سلام، در خدمتتون هستم با طرز تهیه یک غذای فوری و خوشمزه. مواد اولیه رو دارید تو تصویر میبینید، تو کپشنم کامل براتون مینویسم. توی مرحله اول میخوایم یه شیوید پلو خوشمزه تو بلوپز درست کنیم. برنجم رو به همراه آب، نمک، روغن که من روغن نارگیل اضافه کردم، شما حالا هر روغنی که دلتون بخواد میتونید به این برنج اضافه کنید و همچنین شوید خشک. حالا شما اگه دوست داشته باشید میتونید سبزی پلویی استفاده کنید یا هر سبزی که دوست داشته باشید، هر سبزی معطری که دوست داشته باشید میتونید اضافه کنید. موادمون رو کامل توی ظرف پلوپز میریزیم، پلوپزمون رو روشن میکنیم، برنجمون میره که آماده بشه. هیچ کار دیگه ای با برنج نداریم. حالا میخوایم میگومون رو آماده کنیم. میگویی که من استفاده کردم تقریبا حالت بخارپز هست و نیازی به پخته شدن نداره، فقط باید یه تفت کوچولو بهش بدیم. پیازمون رو نگینی خورد میکنیم. من بهش روغن زیتون اضافه کردم، بازم شما هر روغن دیگه ای که بخواید میتونید استفاده کنید. سیرمون رو بهش اضافه میکنید. این غذا هرچی سیرش بیشتر باشه خوشمزه میشه. و حالا نوبت اضافه کردن ادویه‌است. ادویه‌ای که من اضافه کردم زردچوبه، فلفل سیاه و نمک هستش. حالا شما هر ادویه دیگه‌ای که دلتون بخواد میتونید به این غذا اضافه کنید، ادویه ماهی یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشته باشید. و میگوامونم به این پیاز و سیر اضافه میکنیم و تفتش میدیم و میذاریم که میگومون یک مقدار بپزه و در نهایت فلفل تندمونم رو ریز خورد میکنیم و به میگو اضافه میکنیم و میگومون دیگه تقریبا آماده شده و میریزیم توی ظرف سرومون. امیدوارم که شما هم این غذای فوق‌العاده لذیذ رو درست کنید و لذتش رو ببرید. اگه یک بار امتحان کنید عاشقش میشید و میره تو لیست غذاهاتون. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من بودید. خوشحال میشم که از این پیج، از این ویدیو حمایت کنید و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.